یکی بود یکی نبود. در زمانهای قدیم مرد میانسالی بود که باغ بزرگی داشت. مرد صبحها از خواب بیدار میشد و همه پنجره های خونش رو باز میکرد و همراه پرنده ها شروع به آواز خوندن میکرد. گلها و درخت های باغش رو هرس میکرد و از زندگیش لذت میبرد. یکی از روزها که باغبون داشت درختاشو آب میداد، دلش به قار قور افتاد. با خودش فکر کرد چی بخوره که شکمش سیر بشه. هرچی فکر کرد دید همه غذاها براش تکراریه و دلش میخواست یه چیز جدید بخوره. همون موقع که داشت به غذاهای خوشمزه فکر میکرد، یه گنجشک خوشگل روی گلا نشست. باغبون تو دلش گفت آخ جون، چه کیفی میده اگه بتونم این گنجشکو بگیرم و کباب کنم و بخورمش. پس یه نقشه کشید. رفت یه تور بزرگ آورد و روی زمین پهن کرد. روی اون دونه های برنج ریخت. گنجشک هم خیلی گرسنش بود. پر زد و نشست روی تور تا برنجا رو بخوره. باغبون تور رو کشید و پرنده رو به دام انداخت. گنجشک کوچولو خیلی ناراحت شده بود، اما چاره‌ای نداشت جز این که دنبال راه فرار بگرده. گنجشک به باغبون گفت ای مرد مهربون، تو خیلی بزرگتر از اون هستی که با گوشت پرنده‌ای کوچیک مثل من سیر بشی. من گوشت زیادی ندارم که بتونم تو رو سیر کنم. در عوض اگه منو آزاد کنی، بهت قول میدم 3 پند ارزشمند بهت بگم که تا آخر عمرت به دردت بخوره. باغبون با خودش فکر کرد آره، پرنده راست میگه. اون خیلی کوچیکه و اصلا نمیتونه منو سیر کنه. نباید شکارش میکردم. ولی حالا شاید اگه آزادش کنم بتونه بهم یه کمکی کرده باشه. باغبون به گنجیش گفت باشه قبوله، ولی بعد از این که 3 پندو بهم بگی آزادت میکنم. پرنده گفت باشه، حالا پند اولو بهت میگم. هیچ موقع هر حرفی رو بدون فکر کردن بهش از بقیه قبول نکن. باغبون از پند اول پرنده خیلی خوشش اومد و بهش گفت آفرین، خیلی پند قشنگی بود. حالا دومیو بگو. پرنده گفت پند دوم اینه: اصلا به گذشته و کارهایی که میتونستی اون موقع انجام بدی و انجام ندادی فکر نکن و قصه‌شو نخور. باغبون خیلی تعجب کرد که چجوری یه پرنده میتونه اینقدر دانا باشه و همچین پندای قشنگی رو بگه. حالا باغبون خیلی دلش میخواست که پند سومو بشنوه. گنجشک گفت پند سومو وقتی بهت میگم که آزادم کنی. باغبون قبول کرد و تو رو از روی پرنده برداشت و اونو آزاد کرد. پرنده پرواز کرد و روی شاخه درخت نشست. به باغبون گفت کار خیلی اشتباهی کردی که من آزاد کردی، چون من یه مروارید خیلی بزرگ و ارزشمند توی شکمم داشتم. حیف شد که قسمتت نبود و اونو از دستش دادی. باغبون خیلی ناراحت شد و گفت وای، این چه اشتباهی بود کردم. حالا تنها شانسمو از دست دادم. اگه پرنده رو آزاد نمی کردم الان پولدار می شدم. گنجشک گفت همین الان 2 پند ارزشمند بهت گفتم و تو هنوز 2 دقیقه نگذشته اونا رو فراموش کردی؟ بهت گفتم هر حرفی رو بدون فکر قبول نکن. آخه مگه میشه یه مروارید بزرگ توی شکم گنجشک کوچیکی مثل من باشه؟ و بهت گفتم که غم گذشته و کارهایی که میتونستی بکنی و نخور، ولی تو به اینم گوش ندادی. باغبون خیلی پشیمون شد و به کاراش فکر کرد و تا آخر عمرش پنده گنجشک رو فراموش نکرد.